بسم الله الرحمن الرحیم. داستان امروز ما به صحابی دیگری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم مربوط میشه. صحابی که فامیل پیامبر هم هست، به عبارتی پسر عمه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. نقل شده ایشون اولین کسی است که لقب امیرالمؤمنین بهش داده شده. حالا ببینیم این شخص کیه. صحابی که امروز ما قصد این داریم که در ارتباط باش صحبت بکنیم، همینطوری گفتیم یک رابطه رگ و خونی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره و یکی از اولین اصحاب رسول خدا هست. بله، ایشون پسر عمه رسول خدا هستن، همونجوری که اول خدمتتون نقل کردم، از امیمه بنت عبدالمطلب. امیمه بنت عبدالمطلب عمه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و عبدالله ابن جحش که ما میخوایم امروز قصهشو بگیم در واقع چیه؟ پسر عمه رسول خدا هست. و عبدالله ابن جحش برادر زینب بنت امیمه هست یا زینب بنت جحش هست که دختر عمه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و ام المؤمنین هم ایشون حساب میشه، چون که همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و به عبارتی پیامبر داماد ایشون هستش. بله، نکته‌ای که ما داریم در داستان امروز اینه که این شخصیت در واقع یکی از نزدیکان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشه. خب بریم داستان رو شروع میکنیم با هم دیگه. بله، این شخصیت عبدالله ابن جحش اسدی هست. در واقع همینقدر که کافیه که در فضیلت عبدالله ابن جحش ما بخوایم اشاره بکنیم که این شخصیت واقعا چگونه بود و دارای چه ویژگی ها و چه شخصیت هایی بود. عبدالله ابن جحش قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به اون بیت الارقم، اون خانه ای که برای دعوت میرفتن و یارانشون جمع بشن، اسلام رو پذیرفت و جزو حلقه اولیه اسلام و جزو سابقین اولین حساب میشه، جزو سابقین در اسلام به عبارتی هست. و زمانی هم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه داد که مسلمانان از مدینه هجرت کنن، جزو طلیعه داران اولی بود یا نه گروه اولی بود که ایشون از مدینه به حبشه هجرت کرد. و همچنین در هجرت دوم که هجرت به مدینه هست که ایشون بعد از ابو سلمه، یادتون باشه داستان ابو سلمه رو در جلسات قبل داشتیم، بعد از ابو سلمه دومین فردی است که از مکه به مدینه هم هجرت میکنه. در هر صورت این هجرت ایشون برای خدا بوده، در راه خدا بوده و هجرت آسانی هم نیست. همونجوری که ما فکر کنیم برای بسیاری از افراد که طرف میره هجرت میکنه و دیگه پشت سرش هیچ خبری هم وجود نداره، چرا که عبدالله ابن جحش دارای ثروت بود، دارای مکانیت، موقعیت خاص در جامعه خودش بود، خونه و امکانات خیلی خوبی داشت و میشه گفت شرایطش با دیگران فرق میکرد. و هجرت دومی ایشون خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر بود، هجرتی که به مدینه داشت تا هجرتی که باز نسبت به حبشه داشت. داستان از اونجا شروع میشه، زمانی که ایشون مکه رو ترک کرد و به سوی مدینه هجرت کرد. منطقه‌ای که خونه‌های اونها اونجا قرار داشت. خوب نگاه کنید، نکته خیلی مهمیه، چون اینکه هر تعدادی خانوار خونه‌های مشخصی در یک محل خاص در مکه داشتن. منطقه‌ای که خونه‌های اونها در اینجا وجود داشت به حالتی در اومده بود که گویا که غبار مرگ به اون نشسته و غم و اندوه و میشه گفت تاریکی بر اون محله غلبه کرده و اصلا باد میگذشت از بین خونه ها، از میان کوچه ها و شرایط خیلی بدی پیدا کرده بود دیگه، خلوت، بی سر و صدا و ساکت. اما هنوز از هجرت عبدالله بن جحش گفتیم زیاد نگذشته بود که شرایط این گونه بود، تا اینکه یه روزی این بزرگان قریش تصمیم گرفتن تو کوچه های مکه بگردن، نگاه کنن کی رفته کی مونده، با طمع و طمعی که داشتن، چرا که اونها به دنبال این بودن اموال و دارایی کسانی رو که رفتن برای خودشون تصاحب بکنن. همینجوری از این محله به این محله میرفتن تا اینکه در بین اینها ابو جهل بود، ابو جهل و عتبه ابن ربیعه، دو تا از سران مشرکینی که اینها میشه گفت از سخت‌ترین و کینه‌ورزترین سران مشرکین قریش بودن نسبت به مسلمانان و نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم.
میگه عتبه نگاه کرد به خونه هایی که مربوط به عبدالله ابن جحش بود یا طایفه این بنی جحش بود و دید که این خونه ها که تنها رها شده و دیگه خونه ها هیچ کسی را هم نداره و شرایط به اصطلاحی در زبان عربی هست که میگه که خانه ها گریه میکرد در فراغ صاحبان خودش. ابو جهل تا اینجوری چیز کرد گفت این خونه ها مال کیه که وضعیت این محله این گونه است که در عزای صاحبان خودش نشسته و به فراغ و در فراغ اونها داره گریه میکنه. خودم این اصطلاحات جملات ویژه‌ای که در عرب به کار برده میشه که برای هر چیزی حالتی رو بیان میکنن گویا که همه چیز زنده هست. امیدوارم که یه روزی که با ادبیات عرب به ویژه باز ادبیات جاهلی آشنا بشید متوجه این الفاظ و استعاره ها در این کلمات خواهید شد که این کلمات از یک زندگی، یک پویایی ویژه بهره منده، یک نگاه خاص. مثلا شما جوانانی که این قصه ها رو گوش میکنید اگر یه روزی با این اشعار آشنا بشید، با لغت عرب آشنا بشید، ببینید این لغت زنده است، این لغت پایداره، این لغت حرکت داره، حرف داره، احساس داره، بیان داره و موارد خیلی ویژه‌ای. در هر صورت حالا بگذاریم از این خارج بشیم که ابوجهل وقتی کتاب بهش گفته شد که گفت مالکیه، گفتن مال عبدالله ابن جحش، اینا این اومد گفت خب این خونه عبدالله ابن جحش خونه خوبیه و از همه خونه ها قشنگتر بود، بالاخره دارای ثروت و امکانات و رفاهیات خیلی بیشتری بود و گفت این خونه مال من، تمام دارایی و املاک و وسایلی که داخل این خونه بود برای خودش تصرف کرد و جزو املاک خودش قرار داد. خب کار آسونی نیست در واقع. خبر رسید به عبدالله ابن جحش در مدینه که بیا که ابوجهل خونه تو رو تصرف کرده، وسایل خونه تصرف کرده، دارایی تو رو همه رو تصرف کرده. ایشون رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تعریف کرد چه اتفاقی افتاده. بالاخره داراییش بود، زندگیش بود که به نوعی مصادره شده بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو بهش کرد که عبدالله آیا تو راضی نیستی که خدا به جای اون خونه و دارایی و ثروت و وسایلی که از تو مصادره کرده ابوجهل یک خونه بهت در بهشت بده؟ گفت بله یا رسول الله، من از خدا میخوام که همچین چیزی رو پروردگار من بده. گفت پس برای تو به جای اون خداوند یک خانه خوب و راحتی در بهشت تقدیم کرده. اینجا بود که دیگه عبدالله ابن جحش خیالش راحت شد و آسوده خاطر شد. در هر صورت عبدالله در مدینه مثل سایر مهاجران جای گرفته بود و مشغول بود و همچنان که تلاش میکرد زندگی خودش رو بچرخونه، هم مشغول عبادت و آموزش دین و بالاخره دعوت و تبلیغ بود. ایشون بالاخره 2 رنج هجرت رو کشیده بود و الان زمانی بود که بعد کمی آرامش به دست بیاره. اما چرا که خیلی سختی کشیده بودن، یعنی در همون دوران مکی 13 سال ببینید که مشرکین چقدر به اینا اذیت و آزار رسونده بودن و چه امتحاناتی اینا پشت سر گذاشته بودن، چه رنجهایی رو پشت سر گذاشته بودن. خب الان دیگه بعد از روزی که مسلمان شده بود اولین زمانی بود که در مدینه میتونست آسایش داشته باشه. اما بذار از زبان خود عبدالله ابن جحش داستانی رو بشنویم که خودش روایت میکنه. میگه یه روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، چون نیا کنید یک آزمایشی براش اتفاق افتاد، یک اتفاقی برای عبدالله ابن جحش رخ داد که آزمایش بسیار سنگینی بود در واقع. یعنی تا اون روز کسی در یک چنین میدان آزمایشی قرار نگرفته بود. حالا ما وقتی داستان خودش رو بخونیم متوجه این آزمایش و این داستان میشیم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خود عبدالله بن جحش میگه که 8 نفر از یاران خودش رو انتخاب کرد برای اولین عملیات نظامی که در اسلام میخواست صورت بگیره و خب عبدالله ابن جحش و سعد ابن ابی وقاص رو هم در این سپاه قرار داد و گفت من به شما فرمان میدم که بالاخره صبر و تحمل داشته باشید. در این مسیری که شما میرید گرسنگی هست، تشنگی هست، اما صبر رو پیشه خودتون بکنید. و پرچم رو هم اومد چیکار کرد پیامبر؟ پرچم این گروه رو به عبدالله ابن جحش داد. در واقع ایشون اولین امیر مسلمانان هست که در بین مؤمنان انتخاب میشه. حالا پس یک گروه 8 نفره رو پیامبر انتخاب کرده. در تلیه این گروه عبدالله ابن جحش هست و سعد ابن ابی وقاص که جزء عشره مبشره هم هست ایشون. و پرچم رو هم به دست کی میده؟ به دست عبدالله ابن جحش و به عنوان امیر این گروه، به عبارتی امیر مؤمنان، اولین امیری که تعیین میشه. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن جحش گفت، بهش یک نامه‌ای هم داد و گفت نگاه کن این نامه رو که من الان بهت میدم، تا 2 روز که گذشت تو این نامه رو باز نکن. تا 2 روز گذشت این نامه رو باز نکن. بعد از 2 روز این نامه رو باز کن، ببین داخل این نامه چی نوشته شده به دستور اون
عمل بکن. خوب دقت بکنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم در برنامه‌ها و حرکات نظامی، حرکات اجتماعی در برابر دشمن همیشه به گونه‌ای عمل می‌کرد که دشمن متوجه تحرک‌ها و حرکت‌ها و جهت‌های اونها نشه. مثلا سپاهی رو به سمت شرق می‌فرستاد، دشمن متوجه سمت شرق بود، اما بعد از 2 روز یا 3 روز این سپاه فرمان داده میشد آقا به اون سمت دیگه برو، مثلا به غرب برو، به شمال برو، به جنوب برو، تا دشمن متوجه نشه و تحرکات اینها رو یه وقت اینا غافلگیر نشن و طرفی حرکات اونها رو نفهمن. خب 2 روز گذشت و عبدالله ابن جحش با 7 نفر دیگه از یاران پیامبر که همراه بودن مسیری رو که پیامبر تعیین کرده بود رفتن. بعد از 2 روز نامه رو باز کرد. اونا مثل ما که نبودن که نسبت به دستورات خدا و رسول بی تفاوت باشن، واقعا اطاعت می‌کردن. بعد از 2 روز نامه رو باز کرد، دید که خود پیامبر خدا نمیشه اذا نظرت فی کتابی، هر وقت نامه من رو دیدی برو در منطقه نخله بین طائف و مکه است و اونجا در کمین قریش باش و خبرهای اونها رو برای ما بیار. به عبارتی پیامبر اینها رو در یه مسیری فرستاد انحرافی که دشمن اگه اینها رو رصد کنه نفهمن. بعد از 2 روز گفت نه، برگردید در مسیر دیگه خودتون قرار بدید در نخله که بتونید اخبار قریش رو برای ما برسونید. مطلب خیلی مهمه. تا این مجرد که این نامه رو عبدالله ابن جحش خون، گفت سمعا و طاعتا لنبی الله، من از فرمان پیامبر خدا اطاعت میکنم. رو به یارانش کرد، گفت نگاه کنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من فرمان داده که من به سرزمین نخله برم و اونجا در کمین قریش بنشینم و خبرهای اونها رو ما بالاخره رصد بکنیم، تجسس بکنیم به اونها چیکار میکنن. و منو من کرده که هیچ کدوم از شما رو به اجبار با خودم ببرم، به خاطر سفر خطرناکی است و ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. هر کی دوست داره تو این سفر شهید بشه با من همراه بشه و علاقه داره میتونه با من همراه بشه، و هر کی نمیخواد که تو این سفر بیاد و احساس خطر میکنه میتونه برگرده، اما اسرار رو باید بشه خودش نگه داره. خب خیلی مسئله حساسه. تا همینجا مطلب رو داشته باشید. ادامه قصه در روز بعد ما انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتون.